10 فیلم برتر دنیا قسمت 8. هشتمین فیلم برتر دنیا از نظر سایت IMDb داستان عامه پسند با امتیاز 8.9 از 10 هستش. به کارگردانی کوئنتین تارانتینو و بازی جان تراولتا، ساموئل ال جکسون، بروس ویلیس و اوما تورمن. خلاصه داستان از این قراره که 2 آدمکش به نامهای وینسنت و جولز از طرف آدم خطرناکی به نام والاس مأمور میشن تا چمدون دزدیده شده والاس رو پیدا کنن و از سارقان پس بگیرن. و در جریان این عملیات به طرز معجزه آسایی این 2 نفر نجات پیدا میکنن. وینسنت در ادامه مأمور میشه تا میا همسر والاس رو به گردش ببره، اما میا بر اثر استفاده بیش از حد مواد مخدر اووردوز میکنه و وینسنت با تلاش زیاد اون رو نجات میده. جالبه که بدونید تمامی آهنگ‌هایی که توی فیلم پخش میشن قبلا وجود داشتن و آهنگی برای این فیلم ساخته نشده. هزینه ساخت این فیلم 8.5 میلیون دلار بوده و فروش گیشه‌اش 214 میلیون دلار. جان ترافولتا، ساموئل ال جکسون، اوما تورمن، هاروی کایتل، تیم راک، آماندا پلومر، ماریا د مدیراس، بینگ ریمز، اریک استولتز، روزانا آرکت، کریستوفر والکن and Bruce Willis. Looking at something, friend? My friend, look.